هزاران تن از شهروندان افغانستان از ولایت‌های مختلف برای خاکسپاری و ادای نماز جنازه دکتر ایاز نیازی اینجا به قاضی استادیوم جمع شدند. شرکت کنندگان و عالمان دین به شناسایی و مجازات قاتلین دکتر نیازی تاکید می‌کنند. هیئت تعیین کردن ها امروز سلسله فسادی است که در گذشته بود، خاک زدن به چشم جامعه و مردم است و او هم امتدادی از امو جنایت است. کسی که هیئت تعیین میکنه بالاخره نتیجه نمیده، امتداد به جنایت است. ما هیئت بررسی نمیخوایم، ما میگیم قاتل و جنایتکار به دستمان بده. اگر به دستمان نمیده توان ندارن کنار بروند. وزیر حج و اوقاف افغانستان و رئیس کمیته بررسی قتل دکتر ایاز نیازی وعده سپرده گفت که به زودی نتایج بررسی ها را با مردم شریک ساخته و در پیدا کردن قاتلین تلاش می کند. هر نوع نتایج سدمونگ لاس تراغلل حکومت تا د افغانستان خلکو ته د دوی کورنۍ ته د بدخشان مشرانو ته او د افغانستان د علماو په خدمت کې به واچو. رئیس پوهنتون کابل از کارنامه‌های خوب دکتر ایاز نیازی در مراسم جنازه و یاد کرد. پوهندوی دکتر محمد ایاز نیازی شیفته عدالت بود و با باور قوی به اتحاد و یکپارچگی مردم افغانستان علیه نفاق، جهل، عقب ماندگی، ظلم و انحطاط اخلاقی از طریق صنوف درسی، منبر مسجد و رسانه ها به شدت مبارزه کرد. دکتر ایاز نیازی خطیب مسجد وزیر محمد اکبرخان شب سه‌شنبه در ختم نماز شام به اثر ماین جاسازی شده در مسجد کشته شد. او امروز پنجشنبه در محوطه امین مسجد به خاک سپرده شد. مسئولیت این بمبگذاری را گروه یا شخص بر عهده نگرفته است. این حمله و حملات مشابه دیگر بر مساجد و روحانیون نگرانی را میان دیگر عالمان دین از امنیتشان به وجود آورده است.